به نام آن چیزی که باور دارید. سلام، ماهان میرزایی هستم. خیلی خوش اومدید به یکی از ویدیوهای چنل مانلند. امروز قراره بریم سراغ دو تا از درس‌های کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم و قراره تدریس خیلی خفن داشته باشیم و خیلی متفاوت و قرار نیست دیگه این تدریس‌های مثل تدریس‌های قدیمی باشه و بهت مطمئن میتونم بکنمت که بتونی حتما توی امتحانات نمرات خوبی بگیری و زبان رو یاد بگیری به خوبی. یعنی حتی با همین زبان شاید بدون اینکه به مؤسسه جایی بری یا اینکه ثبت نام بکنی بتونی یه زبان خوبی رو یاد بگیری. پس با من حتما تا آخر ویدیو همراه باشید. چنل تلگرام، چنل اینستاگرام و چنل یوتیوب من رو دارید. حتما سابسکرایب کنید، دنبال کنید چنل رو و حتما تو تلگرام عضو باشید. چیزای آموزشی جدید خیلی خوبی براتون میذارم و اینکه دوستان لایک و کامنت هم حتما یادتون نره و اینکه حتما به دوستان خود من رو معرفی کنید. دوستان، اول از همه وقتی که شما میایین که زبان رو شروع کنید، مثل زبان مادری خودمون یعنی زبان فارسی، ما اول از همه اومدیم حروف الفبای فارسی رو یاد گرفتیم و به خوبی و حفظش کردیم. و حالا زبان انگلیسی هم یه حروف الفبای انگلیسی داره که همین روی صفحه میتونید ببینید: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. دوستان، ما توی الفبای خودمون حروف بزرگ و حروف کوچیک نداریم، ولی توی زبان انگلیسی داریم. وقتی میبینیم مثلا تمام حروف الفبای زبان انگلیسی دو حالت دارن، ولی بعضیا شبیه همن. مثلا شما حرف وی رو نگاه میکنید، حرف وی بزرگش فقط یکم بزرگتر کوچیکشه، هیچ تفاوتی نداره. ولی مثلا حرف ای رو نگاه بکنید، ای بزرگ و ای کوچیک. دوستان، بعداً متوجه میشین که چرا اینا دوتا حالت هستن و اینکه کجاها استفاده میشن. مثلا میتونیم همیشه بزرگ بنویسیم یا اینکه همیشه کوچیک بنویسیم. بعداً بهتون توضیح میدم. یه بار دیگه میخونم از رو: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. دوستان، توی جلسه بعدی که درس 3 و 4 میشه حتما بهتون میگم. حروف الفبای انگلیسی بعضی از حروفاشون حروف صدادار هستن، مثل حرف A، حرف E، حرف O، حرف U. این حروف ها رو من جلسه دوم یعنی دروس 3 و 4 حتما میام بهتون توضیح میدم و حروف صدادار و حروف بدون صدا رو براتون جدا میکنم که ببینید با هم دیگه چه فرقی دارن، مثلا حروف بی صدا و حروف صدادار یعنی چی. دوستان خیلی خوب، میریم به اسلاید بعدی. دوستان، این اسلاید رو خیلی خوب نگاه بکنید چون تمام حروف الفبای انگلیسی رو براتون اینجا آوردم و براشون یه مثال زدم. هر کدوم یه مثال داره که کلمات به نسبت ساده ایه و یه بار هم از روشون براتون میخونم یه یاد بگیرید. از حروف A تا F ما یه کلماتی رو دسته‌بندی کردیم. دسته‌بندی 1 از حروف G تا M دسته‌بندی 2 قرار داره. حروف 3 تا حروف منظور N تا T دسته سوم و دسته چهارم هم حروف U تا Z هستش. دوستان، کلمه اپل به معنای سیب، کلمه انس به معنای مورچه، کلمه ایرپلین به معنای هواپیماست، کلمه بال به معنای توپ، کلمه برد به معنای پرنده، کلمه بوک به معنای کتاب، کلمه گربه به معنای کت به معنای گربه، کلمه کار به معنای ماشین، کلمه کاپ به معنای فنجان. ببینید دوستان، اینجا من حروف صداداری که میگفتم اینجاست. ببینید توی کلمه کار CAR بهتون گفتم حرف A حرف صدا داره و اینجا آ خونده شد. توی کلمه کت CAT حرف وسطشون دوتاشون هم ایه ولی صداهای مختلفی دارن. اینجا آ خونده میشه، اینجا ا خونده میشه. کت، کار. خب دوستان، جلسه بعدی هم گفتم توضیحات کامل رو بهتون میدم. کاپ به معنی فنجان، داگ به معنی سگ، دور به معنی در،
داک به معنی اردک، اگ به معنی تخم مرغ، elephant به معنی فیل، ایر به معنی گوش، فش به معنی ماهی، فلاور به معنی گل و فن به معنی پنکه. این نقطهش اینجا نیفتاده. کلمه فن رو ما الان امروزه توی فضای مجازی خیلی میشنویم، طرف به عنوان معنی طرفدار هم میده و امروزه بیشتر به معنی همون طرفداره، ولی در قدیم همون پنکه بوده. خب دستبندی دوم جی تا ام، کلمه از حرف جی شروع میشه. کلمه گوت به معنی بوز، گریپس به معنی انگور، کلاس به معنی لیوان، هت به معنی کلاه، هاوس به معنی خانه، هورس به معنی اسب، آیس به معنی یخ، آیسلند به معنی جزیره، جوس به معنی آب میوه، جکت به معنی ژاکت، جلی به معنی ژله، کی به معنی کلید، کایت به معنی بادبادک، کینگ به معنی پادشاه، لاین به معنی شیر، لامپ به معنی لمپ به معنی کلمه بعدی کلمه لیف به معنی برگ هستش. کلمه مون ازش رفتیم حروف ام. کلمه مون به معنی ماه. کلمه ماوس به معنی موش. کلمه میلک به معنی شیر. دستبندی سوم ان تا تی، از ان شروع میشه. نوز به معنی بینی، نست به معنی لانه، نت به معنی تور، اورنج به معنی پرتقال، اول به معنی جغد، اوشن به معنی اقیانوس. دوستان این کلمه وقتی میبینید مثلا O C E A N مثلا حروفو دارم اینجوری میخونم ولی من اینجا ش گفتم. بعضی از کلمات در زبان انگلیسی هستند که قراردادی بودن که بیان بعضی از کلمات رو اینجوری بخونن. اوشن جا درسته حرفای اصلا ش نداریم اینجا، ولی یه قراردادی بوده که در قدیم بسته شد، یعنی کلمه قراردادی بوده. حرف پی، پن خودکار، پیگ خوک، پیزا به معنی پیتزا که دوستان اینجا ما توی فارسی زبان ها میگیم پیتزا که این اشتباهه. پیزا اینجا تی قرار نداره ولی ما تو زبان فارسی میگیم پیتزا که اشتباه. وقتی میخواین زبان انگلیسی صحبت کنید و از کلمه پیزا و کلمه پیتزا استفاده کنید پیزا بگین، پیتزا نگین. کوین ملکه و کویلت به معنی لحاف، کویل به معنی بلدرچین، رابیت به معنی خرگوش، رینبو به معنی رنگین کمان، کلمه رینگ به معنی حلقه، کلمه از رفتیم حرف اس، کلمه سان به معنی خورشید، کلمه اسنیک به معنی مار، کلمه استار به معنی ستاره که این کلمه هم خیلی جدید معروف هست استفاده میشه. کلمه استار به معنی ستاره. حرف آخر هم تی، تری به معنی درخت. این ببینید تری توی زبان انگلیسی ما 2 تا تری داریم ولی یه این تری که با این نوشتار به معنی درخته، یه تری دیگه هم داریم به معنی 3، عدد 3 که اون نوشتارش با این تری فرق میکنه. کلمه بعدی تایگر به معنی ببر، کلمه بعدی تیبل به معنی میز و دسته آخر یو تا زد. کلمه یو از حرف یو، امبرلا به معنی چتر، یونیکورن به معنی تک شاخ، یونیفرم به معنی لباس فرم، وی ون همون ون، وایلن و ویولون. کلمه واتر آب، کلمه ولف گرگ، کلمه ویندو پنجره. کلمه از حرف ایکس زیاد شاید کلمه نداشته باشیم ولی چیزی که شاید خیلی شنیده باشید کلمه ایکس ری بوده، یعنی همون اشعه ایکس. حرف وای رو داریم، یلو زرد، یویو که همون بازی که بچگی ها می کردیم، که حرف زی زبرا گورخر، زو باغ وحش و زیپ هم که زیپ توی فارسی استفاده میکنیم. بعضی از کلمات هستند که ما در فارسی هم استفاده میکنیم و انگلیسی هم، مثل کلمه زیپ، مثل کلمه ون، یه جورایی کلمه مثلا بعضی هستن ما یه جور دیگه تلفظش میکنیم. کلمه وایلن ما میگیم بهش ویولون، یا کلمه پیزا بهش میگیم چند تا، و یا کلمه مثلا دیگه فکرم نداریم توی این بخش فکر نکنم.
داشته باشیم. میریم سراغ اسلاید بعدی دوستان که یه ببینید قبلش من اومدم برای شما اول گفتم اولین بار که وقتی میخواید زبان رو شروع بکنید با حروف الفبای انگلیسی رو یاد داشته باشید. مثل زمانیه که ما به اصطلاح در زبان مادری خودمون یعنی زبان فارسی هم اومدیم الفبا رو یاد گرفتیم و باید یاد بگیریم و به خوبی باید یاد بگیریم. اومدم اینجا چند تا کلمه براتون، کلمات به نسبت ساده‌ای و تمام حروف الفبا براتون آوردم مثال بزنم. دوستان برای اینکه بخواید زبان انگلیسی رو خوب یاد بگیرید باید بنویسید و باید تمرین کنید. یه بخش از تمرین کردنتون نوشتن باشه. بیایید بنویسید، مثلا یه خط بنویسید اپل یا یه خط بنویسید انت و روزانه این رو تمرین بکنید. یه روز فقط بنویسین، یه روز فقط بخونید و تمرین خوندن از روشون باشه، یه روز بدین به یکی ازتون بپرسه. خیلی بهتون کمک میکنه تا بیایید به خوبی کلمات رو یاد بگیرید به همراه معنیشون. دوستان قبل از این که برم یه راه حل خیلی خفن میخوام بهتون بگم. ببینید مثل کلمه ما اینجا کلمه کتاب بوک، کلمه دور به معنای در، کلمه تیبل به معنای میز. دوستان ما توی خونتون وقتی توی خونتون بیاین این مثل این کلمات، مثلا کلمه کی، خب روی کلیدتون به انگلیسی مثلا روی کاغذ بنویسید کی و روی کلیدتون بزنید و با چسب بچسبونیدش. روی میزتون بنویسید تیبل و اونو با چسب بچسبونیدشون. هر وقت جلوش رد میشین به جای اینکه دیگه اصلا از میز استفاده کنید توی ذهنتون میاد که تیبل، یعنی برچسب رو میبینید براتون خیلی روش ساده و راحتیه برای یادگیری کلمه. اگر مثلا کلمه و این که اون کلمه از یادتون میره و فراموش میکنید اون کلمه رو. حتی مثلا کلمه فلاور داریم اینجا، نمیدونم کلمه مثلا رو اسباب بازیاتون هم حتی میتونید اینو استفاده کنید، رو مثلا روی پاکت شیر رو این کار رو انجام بدید، روی گفتم کلید یا در یا میز. این چیزایی گفتم خیلی چیز خفنی است و یه روش خیلی خوب و خفنیه که بتونی تو کاملا خیلی به راحتی یاد بگیره و راه ساده‌ایه و در روز اصلا وقتتون نمیگیره و اصلا انجام دادن این کاری که بخواید بچسبونی اینا که اصلا کاری نداره. ولی در روزانه اگر بخوای روزانه تمرین کنی اصلا وقتتون نمیگیره اونقدر این تعداد کلمات رو برای جلسه اولمون. اسلاید بعدی شروع میکنیم درس اول که کتاب پای هفتم انگلیسی هستش. دوستان من دو دوره متوسط 1 و متوسط 2 رو کتاب‌های زبانش رو ویدیوهاش رو براتون میذارم، نکات آموزشی رو تو تلگرام براتون میذارم، پس حتما یادتون نره که کانال تلگرام ما رو داشته باشید، اینستا رو داشته باشید و همچنین یوتیوب رو داشته باشید. در جلسه دوم کانال آپاراتمون رو هم حتما میزنید، اونجا هم میتونید به راحتی ویدیوهامون رو یاد بگیرید. و دوستان هدف این آموزش ها اینه که یه پایه محکمی برای یادگیری زبان داشته باشید و یه آموزش و یه آشنایی داشته باشید. آموزش میدم بهتون که یه آشنایی داشته باشید با ساختار اصلی، فعل، فاعل ها، همچین چیزایی که توی ما فارسی داریم. جلوتر بریم یه نکته بهتون میگم که نکته خیلی مهمی هستش. اسلاید بعدی اون درس اول که گرامر. دوستان کلمه گرامر به همون میشه یه جورایی توی فارسی مثلا دستور بهش میگن. مثلا فعل فاعل رو ما توی زبان انگلیسی اون مثلا دستورات رو بهش میگیم فعل فاعل و این داستانا، توی انگلیسی بهش میگیم گرامر که فعل میشه verb، کلمه فاعل میشه subject و مفعول هم میشه object. فعلا با همین سه تا فعلا کار داریم و جلوتر که بریم چیزهای جدیدی هم یاد میگیرید که مثلا حالا بریم جلوتر بهتون یاد میدم. خب درس اول آشنایی به افعال to be هستش. دوستان افعال to be فعل‌های اولیه و فعل اصلا ساده ترینن، جز ساده ترین ها هستن و اگه برای اینکه بخوایم زبان رو یاد بگیریم افعال to be رو اول از همه باید یاد داشته باشیم. دوستان مثلا ما برای سه تا ساختار داریم. دوستان ساختار اول ساختار مثبت هستش، یه جمله معمولی هستش. ساختار دوم ساختار منفی
مثل ساختار اوله اما منفیه دوستان. مثلا من ماشین دوست دارم و ساختار منفیش میشه من ماشین دوست ندارم. خیلی ساده است. ساختار سوالی هم اینه که شما اون همون جمله معمولی رو تبدیل میکنید به یه جمله پرسشی که اینم ساده است. اگر بخواید یاد بگیرید و اگر تمرین کنید خیلی ساده میشه دوستان. افعال to be در جملات یعنی در ساختار مثبت و همونجوری که اینجا میبینید چند تا مثال هم براتون آوردم. ببینید دوستان، گفتم یه سابجکت داریم که با اس نشون میده. خب یه ورب داریم که همون فعله، خب اسم بعد شد. و یه دونه ابجکتیو داریم که بهش میگن مفعول. حالا اینجا این آی من خب فاعله. میریم جلوتر و اینا رو میبینیم که ضمایر رو ضمیر بهش میگن اینا رو. خب به جای اسم، خب سابجکت هم معنای فاعل و اسم رو میده. من اینجا میتونستم بنویسم علی، خب اسم دیگه اسم و اسم همون سابجکته. خب ام میشه فعل ما دوستان. افعال تو بی ما مثلا ام یکی از فعلهای تو بی هستش که جلوتر میبینیم که مثلا فعل ام فقط برای آی استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی مفرد، یعنی شخص اول، یعنی اول شخص. خب یعنی فقط من، برای من استفاده میشه. اینجا استودنت هم یا ابجکت، خب یه دونه مفعول جمله است که اینجا الان من خیلی ریز بخوام بنویسم حالا درستم نمیشه خب، ولی اصل داستان رو میخوام بهتون بگم. اینجا اسمش اینجوری میشه. خب آی من شد اسم من، فاعل من، سابجکت من. با من تکرار کن. آی من شد اسم من یعنی سابجکت من، فاعل من و اسم من. ام شد چی؟ ام شد فعل و ورب من. استودنت دانش آموز شد چی من؟ شد آبجکت من. به ای فعلا نگاه نکن. خب ایو بعدا بهتون توضیح میدم که ای چی میشه. خب اصلا اینجا یکم شلوغ شد. خب بیا اول اینا رو پاک کنم. اوکی نگاه کن اینجا. خب جمله اول میگه چی؟ جمله اول میگه من دانش آموز هستم. I am a student. I am a student. من دانش آموز هستم. خب تو داری یه چیزی رو توصیف میکنی، میگی من دانش آموز هستم. I am a student. I am a student. I am a student. جمله بعدی تو دوست من هستی. You are my friend. You are my friend. هستی. You are my friend. دوستان اینجا یه نکته‌ای هست که شاید بدونید و شاید ندونید. برای اون کسایی که نمیدونن، کلا ساختار جملات فارسی و با ساختار جملات انگلیسی فارسی و انگلیسی فرق داره. ساختار جملات انگلیسی اینجوریه که فعل ممکنه فعل در وسط جمله میاد و جای مختلفی داره. خب اینو بعداً بهتون توضیح میدم. ولی ما توی زبان فارسیمون ببینید که فعل در آخر جمله میاد. فعل در آخر جمله میاد. اینجا هستی، اینجا توی زبان انگلیسی آر این وسط میاد. آر که ورب من بود، فعل من بود، این وسط میاد. خب پس تعجب نکنید وقتی من میگم تو دوست من هستی. خب تو دوست من هستی. الان هستی من شد اینجا آر شد. خب اینجا میشه دوم تو و یعنی بخشش تو شخص روبروی شماست. خب you are my friend. بریم جمله سوم. he or she. he or she. he برای مردها استفاده میشه و she برای خانوم ها استفاده میشه. این دوتا هم که میدونید دیگه هیچ ربطی فرقی نداره. آی برای من بود و یو برای شخص مقابل من بود که هیچ مرد و خانومش هیچ فرقی نداره. تو اینم حالا یه جورایی او یا تو هم بعضی وقتا حساب میشه ولی بیشتر اوقات اوه. خب چون دارید یه کسی رو میگید که مثلا شاید اونجا حضور نداشته باشه یا اینکه دارید از دور بهش اشاره میکنید. خب
او معلم است. خب حالا ما میگیم he is a teacher. او معلم است. دیدید دوباره فعل اینجاست. خب فرق داره پس با ساختار جملات فارسی که اصل من اینجا، ایز من که همون ورب من بود این وسطه. خب هی یا شی من که سابجکت و اسم من بود، خب این اول جمله میاد. تیچر که آبجکت من بود آخر جمله اومد. خب میگم جاهای مختلفی دارن ولی مهم اینه که الان تو این جملات شما بتونید اینا رو به اصطلاح اینا رو بفهمید و یاد بگیرید و اینا رو گفتم اینا رو حتما تمرین کنید. این جملات رو بنویسید، تمرین کنید با دوستاتون یا با یکی از اعضای خانواده‌تون تمرین کنید جملات رو. خب این آن، خب چرا نمیشه؟ این آن همون ایت برای اجسام و برای حیوانات استفاده میشه. خب این یوشی برای انسان ها استفاده میشد، آیویو برای انسان ها استفاده میشد، اما ایت برای حیوانات یا اشیا استفاده میشه. آن یک کتاب است. It is a book. آن یک کتاب است. It is a book. خب آن یک کتاب است. است که همون ورب من بود، ایت که همون سابجکت منه و بوک که همون آبجکت منه. فهمیدی؟ ایت که همون سابجکت یا فاعل یا اسم منه، ایز که همون ورب منه و همون فعل منه، آبجکتم چی شد؟ آبجکتم شد همون مفعول من که بوکه. خیلی خوب. جمله بعدی ما در کلاس هستیم. اینجا ما وی گفته میشه در زبان انگلیسی. ما در کلاس هستیم. ما در کلاس هستیم. ما در کلاس هستیم. ما We are in class. We are in class. We are in class. خب ما در کلاس هستیم. دوباره وی من که سابجکت منه، همون فاعل منه، آر من همون ورب منه، فعل منه، این کلاس هم همون آبجکت من یا مفعول منه. خب من مثال بعدی هم با عهده خودتون میذارم که دیگه قطعا یاد دارید که دی من میشه سابجکت من، آر من میشه فعل من، ورب من و هپی من میشه آبجکت من. خب اینا رو بلدید. خب بعضی وقتا دوستان این ما داریم قید. خب الان اینجا هپی یک قیده. خب قید حالته، تو داری حالتت رو بیان میکنی که من خوشحال هستم. اینجا این قیده، این هپی من قیده، ولی فعلا همینجا آبجکت داشته باشین. فعلا همین آبجکت داشته باشین یا اصلا هیچی هم نگید. فعلا همین دیو آرو بذار. اینجا خیلی شلوغ کردم. اینجا خیلی شلوغ. بریم نکن. اینجا همون اسم منه، اینم که همون ورب منه. خیلی خوب. سابجکت همون فاعل من، ورب همون. آقا ساختار منفی. خب یعنی بخش دوم اینجا ساختار منفی. خیلی میخوام سریع برای توضیح بدم چون خیلی ساده است. ببین ساختار همین مثبت رو شما مینویسی. خب یه بار همین ساختار مثبت رو بنویس. مثلا I am student. خب همین رو بنویس. میگه چی؟ میگه که بعد از افعال to be من not میاد. not چیه؟ not همون چیزیه که جمله من رو منفی میکنه. آقا فهمیدی؟ not همون چیزی است که جمله من را منفی میکند. حالا کی و کجا میاد؟ زمانی که میخوام جمله رو منفی کنم و بعد از فعل to be میاد. خب بعد از فعل to be. فعل to be ما چی بود؟ فعل to be ما am بود. فعل to be ما are بود. فعل to be ما is بود. خب بعد از اینا من میتونم not رو بیارم و جمله من منفی میشه. آقا مثال من خسته نیستم. I am not tired. حالا من میخوام بگم من خسته هستم، میگم چی؟ میگم I am tired. این نات من از بین میره. وقتی من میخوام بگم جمله‌مو میخوام مثبت کنم، میگم من خسته هستم. میخوام بگم من خسته هستم، میگم I am tired. میخوام بگم نه من خسته نیستم، میگم I am not tired. من خسته نیستم. با این من جمله‌مو منفی کردم. یه مثال دیگه هم سریع برم. خب ببین با اینجا او اینجا نیست. خب میگه او اینجا نیست. من میخوام جمله اولا مثبتشو بگم. خب میگم he or she
is here. خب گفتم او اینجا است، اینجا هست. he or she is here. او اینجاست، او اینجا هست. خب حالا میخوام منفیش کنم. وای من که چرا این میاد رو این. حالا میخوام منفیش کنم، همون جوری که گفتم این not رو اینجا اضافه میکنم. خیلی راحت. این not رو بعد از فعل to be من که اینه من اضافه کردم و جمله من منفی شد. خیلی راحت. خب بریم سراغ ساختار سوالی. ساختار سوالی یعنی چی؟ ساختار سوالی یعنی میخوام جمله‌مو سوالی کنم. خب یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا میگم آیا تو در این آیا تو اینجا هستی؟ آیا تو حالت خوبه؟ آیا فلان؟ آیا فلان؟ آیا فلان؟ ببینید برای این که من بخوام یه جمله نکن جمله ساختار مثبتم رو، جمله معمولیم و ساختار معمولیم رو به سوالی تبدیل بکنم، باید جای فعل تو بی رو بذارم ابتدای جمله. یعنی چی؟ یه بار دیگه میگم. یعنی آقا من برای این که میخوام این ساختار رو به این ساختار تبدیل کنم، باید بیام فعل تو بی ام را بیارم به اول جمله. همین دیگه، از این ساده تر همین. آقا یعنی چی؟ میگه مثلا میخوای بگی که آیا حالت خوب است. خب مثلا من میخوام این جمله رو معمولی بگم. میگم تو حالت خوب است. خب تو حالت خوب است. تموم شد. حالا میخوام این جمله رو چیکار کنم؟ این جمله رو بیام یا کن انگلیسیش میشه چی؟ میشه you are okay. you are okay. خب you are okay یعنی اینو ساختار مثبتش میشه این. خب سریع دارم برات می‌نویسم. خب نگاه کن ساختار مثبت ما چی بود؟ سابجکت من بود، ورب من بود و حالا هیچی. این اوکی ول کن فعلا. سابجکت اسم فاعل من بود، آر ورب من بود. خب خیلی راحت. حالا من برای این که بخوام جمله‌مو سوالی کنم، بگم آیا تو خوب هستی، باید چیکار کنم؟ باید اینو بیارم اینجا اول جمله. جای این و این رو با هم دیگه جابجا بکنم. آقا چه جوری میخوای این کارو بکنی؟ معمولی کار ساده ای میخوام بکنم، کار شاقی نمیخوام بکنم. خب کار خیلی راحتی. این رو باید بکنم اینجا. نگاه گفتم که تو حالت خوب است. گفتم آیا حالت خوب است؟ am you okay؟ ببخشید are you okay؟ are you okay؟ آیا تو حالت خوب است؟ آیا تو حالت خوب است؟ are you okay؟ دیگه از این ساده تر. جمله معمولی رو میخوای بکنی به سوالی، فعل تو بی رو میاری قبل از فاعلت. به همین راحتی. خب به همین راحتی. مثال دیگه میخوای؟ مثال دیگه اینجا. خب نگاه کن کلمه لیت به معنی دیره. خب دیر مثلا بعد مثلا فعل بیاد اینجا فعل دیر کردن مثلا میاد. خب کلمه لیت به معنی دیر که فکر کنم تو این درس ندارید ولی من اینجا براتون آوردم. نگاه کن جمله فارسیش میشه چی؟ میشه آیا ما دیر کرده ایم؟ خب نگاه من میخوام مثلا جمله معمولی بگم. میخوام بگم خب ما دیر کرده ایم. ما دیر کرده ایم. حالا میخوام اینو سوالیش کنم. خب البته اول میخوام نگاه همین جمله رو ما دیر کرده ایم. We are late. خیلی راحت. We are late. اوکی we are late. حالا میخوام سوالیش کنم. آیا ما دیر کرده ایم؟ Are we late؟ نگاه دوتا رو با هم دیگه عوض کردم. وی اول بود، آر دوم جابجا کردم شد are we late. آیا ما دیر کرده ایم؟ خب حالا ببین توی ساختار فارسی یه جورایی مثلا ما میگیم توی ساختار انگلیسی میگیم جای فعل تو بی با جای فاعل عوض بشه. توی فارسی چی کار میکنیم؟ جمله رو همینجوری نوشتیم. خب میگم من درست میگم. خب مثلا بگید مثلا حالت خوب است. خب یه دونه آیا بهش اضافه میکنیم. خب با توجه به اینکه تو ساختار انگلیسی مثلا سوالی کردیم دیگه، حالا میخوایم تو ساختار فارسی هم سوالی کنیم. یه آیا اضافه میکنیم به جمله، یه علامت سوال هم میذاریم. یه واقعا از این راحت تر ما نداشتیم. خیلی وقت گذاشتم سر این افعال تو بیا. این خیلی ساده است. اینو باید خیلی خوب یاد گرفته باشی. خب
خب بریم سراغ نکات گرامری یا نکات دستوری درس اولمون که ببین توضیح کامل باید درباره افعال تو بی بهت گفتم. حالا این نکاتی هست، خب میخوام این نکات رو بهت بگم. ببین اینجا رو من متاسفم، اینجا یکم اشتباه فارسی، حالا اینجا ساختارش اینجا اشتباه نمیشه شده، ولی برات درست میخونم که درست بفهم. ببین فعلای گفتم بهت افعال تو بی کدومان؟ افعال تو بی ام ایز آرم برای من. خب افعال تو بی کدوما بودن؟ افعال تو بی برای من ام ایز آر بودن. حالا میخوام ببینم تفاوت بین اینا چیه. مثلا چرا این سه تا میدن؟ آیا معنیشون یکیه؟ آیا مثلا من میخوام بگم من تو رو دوست دارم، میتونم بگم مثلا فلان، میتونم بگم از این استفاده کنم، الان میتونم از این همچین چیزی. خب حالا چه جمله‌ای گفتم من تو رو دوست دارم؟ به نکته یک ما میگه چی؟ میگه فقط برای اول شخص مفرد. اول شخص مفرد این میشه چی؟ میشه من. انگلیسیش میشه چی؟ میشه I. خب انگلیسیش میشه I. گفتم فقط برای اول شخص مفرد که همون آیه، من فقط ام استفاده میکنم. یعنی حق این که بیام از ایز و آر استفاده کنم ندارم برادر من، ندارم. ندارم خواهر من، برادر من ندارم. پس این کارو نمی کنم که بیام از برای آی، برای من، از فعل آر و ایز استفاده کنم. نکته دوم که دیگه ساده است برادر من، برای سوم شخص مفرد از هی، شی، ایت استفاده میکنیم. آقا ایت مگه برای اشیا و حیوانات نبود؟ چرا ایتو چیز حیوانات و اشیا برای سوم شخص مفرد از ایت استفاده میکنن؟ اوکی. شی گفتم برای خانوما بود، هی گفتم برای آقایون بود و ایز استفاده میشه برای اینا. فقط ایز استفاده میشه. تو نمیتونی برای اینها ام استفاده بکنی، تو نمیتونی برای اینها آر استفاده بکنی. هم برای این نکته برای همه صدق میکنه. نگاه کن این چارچوب داشته باشی. این چارچوب، آقا این چارچوب. نگاه این ایز برای ایو، برای ویوده استفاده نمیشه. این آره خب برای اینا استفاده نمیشه. این ام من برای نمیدونم اینا استفاده نمیشه. نگاه دیگه چقدر شلوغ کردم، یعنی باید دیگه فهمیده باشی اینو دیگه. بگیر نکته رو عزیز من، بگیر نکته رو. که چقدر کثافت کشیدم اینجا. کلمه کثافت البته کلمه قشنگی نیست دوست. خب اوکی، اینا باید قشنگ برات تمیز بکنم. خب توضیحات منو فهمیدی دیگه انشالله که فهمیده باشیم. سوالی داشتی تلگرام ازم بپرس. خب تلگرام ازم بپرس. آقا میگه که این حالا افعال تو بی که الان به من برداشتی گفتی، حالا کاربرد این افعال تو بی چی؟ خب میگم آقا کاربرد. ببین ما خیلی برات اومدم رسمی اینجا نوشتم، خیلی حرفه‌ای. ببین برای بیان هویت، برای بیان هویت من از افعال تو بی چجوری استفاده میکنم؟ تو فارسی میگم او علی است. خب گفتم او علی است. اینجا او من، چون من میدونم علی مرده از هی استفاده میکنم. این نکته ساده ای که باید اینو بفهمی. خب این که خیلی ساده است. حالا اینجا من بهت گفتم، اینجا باز دوباره نکته همون صفحه اول است. فعل من اومد تو فارسی میاد آخر، تو اینجا میاد وسط، اینجا اومده وسط. خب علی که مثلا اینجا آبجکت قرار میدیم، اینجا اومده آخر. دیگه به این صورت چیز سادگی. خب این شد بیان هویت. خب اینو تمرین کن با دوستات، نمیدونم با یکی از اعضای خانواده. اینو تمرین کن برای بیان. مثلا بگو فلانی فلان است، فلانی فلان کس است. خب این خیلی راحت. اینو دیگه یاد گرفتی که بخوای برای بیان هویت چجوری از افعال تو بی استفاده کن. آقا میخوای سن تو بگی به یه نفر، آقا میخوای بگی مثلا من مثلا 13 سالم. خب من 13 سال دارم. من 13 سالم. چجوری میگی I am 13 years old. دیگه بلدی دیگه من چی میشه، دارم کجاست، دارم اینجاست. فقط این عدد و این چیزه مثلا برای جدید بود دیگه. وقتی میخوای سن تو بگی از این بخش استفاده کن. اینو بخش رو میتونی تغییر بدی. مثلا اگه 15 سالتی میگی من I am 15 years old. این years old سر جاش میمونه ولی این عدده تغییر میکنه.
حالا بعضی وقتا مثلا شده میخوای بگی تو مثلا سن طرفو میدونی، میخوای بهش بگی که مثلا سنت فلان قده، خب میگی مثلا با اینو فقط با یو استفاده میکنی، اینو یو میذاری. بعد من امم میخوای بذاری ها، چرا میخوای ام بذاری تو؟ من بهت گفتم همین بالا، بهت گفتم برای یو آر استفاده میشه فقط، نبینم ام بذاری ها، آر. خب این آره. میگی چی؟ میگی you are مثلا 15 years old دیگه، اینجا هم بلدی دیگه، این years old رو برات اینجا گذاشتم، اینجا بذار برات تمیزم بکنم با زوره دیگه، بلدی دیگه، این فقط زیرش خط بکشم که بدونی. فقط من اینو عوض میکنم برای اینکه بخوام سنمو بگم، یعنی این بخش، ببخشید فقط این بخش رو عوض میکنم، این بخشم که همیشه هست. ببین برای بیان حالت که بهت گفتم اون قید حالت و اینا، قید حالت چی بود؟ قید حالت یه مثالش همون هپی که همون خوشحاله. خب وقتی میخوای بگی که من مثلا میگی من خوشحالم، خب اینجوری استفاده میشه دیگه، از کلمات یا کلمات حالت استفاده میکنی، همون حالا بهت گفتم قید حالت که تو این جمله، تو این ساختار جمله هپی الان قید منه، خب بهش میگن قید حالت. ساده است دیگه، نگاه کن، او خوشحال است she is happy، او خوشحال است she is happy. مکان تو میای اینجوری استفاده میکنی، میگی آنها در مدرسه هستند، خب آنها رو من بلدم، آنها میشد چی؟ میشد دی. خب مدرسه رو بلدم، مدرسه میشه اسکول. هستندم بلدم، هستند میشد چی؟ توی افعال تو بی من وقتی من از دی بخوام استفاده بکنم چه فعل تو بی استفاده میکنم؟ ایز استفاده میکنم؟ نه. ام استفاده میکنم؟ نه. آر استفاده میکنم؟ آره استفاده. They are at school. They are at school. دی من که میشد آنها، آر من که میشد هستند، at school من میشد در مدرسه. دیگه این ساده ترینه. خب ساده ترین. اینم این نکته هم که بهت گفتم، نگاه کن چی نوشتم در زبان فارسی فعل بودن همیشه در انتهای جمله میاد، اما در انگلیسی افعال تو بی معمولا پس از فاعل و قبل از بقیه جمله، یعنی از بقیه اعضای جمله میاد. و همچنین در فارسی گاهی فعل هستم حذف میکنیم، منظور مثلا فعلا رو حذف میکنیم، خب ولی اما در انگلیسی حذف فعل تو بی غیر ممکن است. خب ما بعضی وقتی اینجا خب مثلا توی فارسی میگیم است و هست و حذف میکنیم، تو فارسی فقط اینو داریم، اما این نکته خیلی مهمه، اما تو انگلیسی من نمیتونم مثلا بگم هی علی، ایزو من وردارم، اشتباهه، باید این ایزه، این فعل تو بی من حتما باید باشه. بریم سراغ اسلاید بعدیمون، واژگان کلیدی درس اول. خب دوستان ببینید یه واژگانی داره درس اول، این واژگان رو باید یاد بگیرید. خب این واژگانیه که وقتی میخواین درس رو شروع بکنید، یعنی کتاب رو شروع کنید به خوندن، این کلماتیه که نیازتون میشه و این کلمات رو باید یاد بگیریم. نوشتم نگاه کنیم یک نکته مهم نوشتم این واژگان ستاره من نگاه، این واژگان در تمرینات کتاب پای هفتم بسیار پرکاربرد هستند. تلفظ صحیح و کاربرد آنها در جملات ساده با استفاده از افعال تو بی تمرین کنید. آقا من چجوری تمرین بکنم؟ آقا نگاه کن اینجا برات 1000 تا چیز آوردم. ببین کلمه‌ای که بهت یاد میدم برای بیان هویته، ببین کلمه‌ای که بهت یاد میدم برای بیان مکانه، ببین کلمه‌ای که یاد میدم برای بیان. ببین اینو یاد داشته باش. بیا اینا رو نگاه کن. بیا از اینجا این جملات رو ببین، بیا اینجا رو نگاه کن. فکر کنم اسلاید قبلی هم بود. آفرین. نگاه کن این فعلا رو نگاه کن، ببین کدوم کلمه مثلا تو این ساختار جمله فارسیش میتونی استفاده کنی، همون انگلیسی کن، خیلی راحته، همون انگلیسی کن. خب کلمه اول ما بیایم از معرفی کردن خود استفاده کنیم. خب مثلا من دانش آموز بودم، توی اسلاید قبلی بود من دانش آموز هستم، دانش آموز میشه student. تکرار کن student. کلمه بعدی کلمه نیمه. خب نیم به معنی اسم، نام. کلمه دوم به معنی سلامه. خب های، هلو، سلام. بعد کلمه چهارم به معنی گودبای، همون خدافظی هستش. کلمه آخرم کلمه دوست، همون کلمه فرند هسته. یکی از تمارین شما اینه که در کتاب پای هفتم اینجا نوشتم اینا رو باید یاد بگیری
توی تمارین پای هفتم کتاب هفتم از اینا خیلی استفاده میشه. یه بخش پرکتیس دارین. خب تو اون بخش پرکتیس همون تمرینه، به معنی تمرینه. اون بخش پرکتیس شما از این کلمات مجبورید استفاده کنید، مجبور که باید یاد بگیرین دیگه. در ادامه را بهتون محیط مدرسه دوستان، خب یعنی داخل مدرسه اونا، این خیلی پرکاربرد. این دوستان در کلاس، در جایی که درس میخونیم اسمشو میذاریم کلاس مدرسه، کلاس روم. اینم جزو کلماتیه که ما توی فارسی اینجوری تلفظش میکنیم، اینجا کلاس خونده میشه، اونجا کلاس خونده میشه. کلمه دیگه کلمه معلم یا همون تیچر هستش. کلمه سوم کلمه بوک، کلمه کتاب هستش. کلمه چهارم کلمه خودکار، همون پن. کلمه پنجم درست گفته باشم پنسل، به معنی مداد هستش. و کلمه آخر نوتبوک به معنی دفتر هستش. خب اینجا بوک معنی کتاب بود و حالا نوتبوک اینجا میشه دفتر. پس تعجب نکنید. بخش خانواده، فامیلی به معنی خانواده است. مادر، پدر، فادر. اینجا داشته باشین که برای مادر از او استفاده میکنم اما صدای آ میده. اینجا فادر ای استفاده میکنم، باز هم صدای آ میده. اینا رو دقت داشته باشین، توی املا خیلی مهم. کلمه سیستر یا همون خواهر هستش و کلمه برادر هستش، معنی برادر. خب دوستان اینم بود از بخش اول ویدیو که قراره این دوتا درس رو تو دوتا پارت براتون میذارم، به تقدیمتون میکنم که برین یه تمرین بکنید، یه استراحتی بکنید و بعدش میریم سراغ درس دوم. به یاد داشته باشین که این دوتا ویدیو رو پشت سر هم نگاه کنید، چون این دوتا درس به همدیگه ربط دارن و یه نکاتی هست که من بهتون نکات رو میگم و حتما یادتون نره که اینا رو گفتم تمرینات رو انجام بدین. در آخر پارت 2 که میشه در پارت دومون درس دومه، یه نکاتی بهتون گفتم که چجوری تمرین کنید و این داستانا. حتما اول پارت 1 رو نگاه کنید، بعد تمرین کنید، بعد بیاین سراغ پارت 2، یه جنبندی کلی از درس 1 و 2 براتون گذاشتم. دوستان یادتون نره که من رو لطفاً حمایت کنید، در کانال تلگرام حتما جوین بشین، نکات آموزشی زیادی اونجا براتون میذارم. یوتیوب من رو داشته باشید که ویدیوهام رو اونجا میتونید نگاه کنید و توی تلگرام من براتون بچه‌ها میذارم، ولی توی اینستاگرام بهتون اطلاع میدم که ویدیو داریم و بعضی از نکات آموزشی رو هم تو همون اینستاگرام میگم. ولی حتما تلگرام رو یادتون نره جوین بشین. و اینکه در پارت آینده هم بهتون میگم که کانال آپارات هم قراره بزنیم، چون کانال آپارات یکم راحت تره دیگه تو این وضعیت سرعت اینترنت راحتیم و این داستانا، و اینکه باید از فیلتر شکن ها استفاده کنیم یکم برامون سخت هستش. ممنونم که ما رو تماشا میکردید.